القارعه را اگر شما وصل کنین با سوره تکاثر، در این صورت باز همزه ساقط نمیشه چون همزه قطع است. یعنی حکمت امی وصل بین سورتین، امام شاطبی رحمه الله گفته که و وصلک بین السورتین فصاحت، وصل کردن تو بین دو سوره این فصاحت است. و فا را گفتیم رمز امام حمزه کوفی است. و وصلک بین السورتین فصاحت. ادامهش چی است؟ وصل واسکتن کل جلایاه حصلا، وصل و وصل کن، واسکتن و سکت کن، کل جلایاه حصلا. یکی معنای تحت لفظ کلمات است و یکی معنای مفهومی است. کل نخو معنایش رو میفهمین. کل هر یک، جلایاه جمع جلیه است به معنای ظاهر و